الان دیدم بانک ملی تسهیلات 700 میلیونی رو زده رو بیلبورد بسیار بزرگ. یعنی خواستم بگم دوستان این 700 میلیون رو نیاز نبود رو بیلبورد بزنن، یکی دیگه هم اینجا زده تازه. این 700 میلیون رو فقط در گوشمون میگفتن کافیه، یا مثلا یه تراکتی چیزی دم خونه‌هامون مینداختن دیگه. اینقدر بزرگ نمایی نداشت. 700 میلیون الان پول 2 تا آیفون 17. بعد شما این 700 میلیون دوستان بخواید بگیرین چونتون جرواجره. یعنی بری اونجا میگن استخون افجد و آباد تو بیار برای ضامن، شوهر عمت که داره کون میده رو بیار برای ضامن، بابا تو مادر تو همه رو دستشون رو بگیر بیار برای ضامن. یعنی اصلا اعتماد بین رفته بین ما مردم و بانک اعتمادی بین هم دیگه ندارن. یعنی همه چی تموم شده. یعنی شما خودت هم کافی اونجا باید بذاری به نظرم 700 میلیون بدن خودت هم اونجا زندانی شی در این حد. یعنی 700 میلیون اصلا شما داده نمیشه. باز پرداخت های بلند مدت 70 ساله دوست اصلا اینو من گفتم 700 میلیون همین